صبح 9 ینور نیروهای تعیینات خاص و سربازان روسگواردیا توده مهاجران کاری را از نزد اداره مهاجرت منطقه تومسک روسیه پراکنده کردند. با گفته شاهدان پلیس علیه مهاجران از نیرو استفاده کرد. نوبت طولانی در نزد خدمات مهاجرت منطقه تومسک بنابر درخواست سهمیه یا خود کوتای بیشتر برای اجازه اقامت و کار در این کشور به عمل آمد. مهاجران به خاطر دریافت اجازه اقامت موقت از 3 روز پیش در نزد این اداره نوبت گرفتند. اما ساعت 6 صبح امروز تعداد داوطلبان به بیش از 2000 برابر شد. مهاجران از قزاقستان سر از 2 ینور اینجا بودند. آنها روی خط تبدیل داده مثل دوران شوروی هر روز ساعت 6 بامداد هست و نیست میکردند که ترتیب روی خط و نوبت حفظ گردند. ظاهراً داوطلب سهمیه اقامت موقت خیلی بیشتر از حسابهای پیشکی شده. آنهایی که قبلا ثبت نام کرده بودند نتوانستند به بینا وارد گردند. در نزد بینا بی سر و سامانی به عمل آمد. نیروهای امان و سربازان روسگواردیا به جای حادثه آمدند و درآمدگاه مرکزی مهاجرت را مسدود کردند. اینجا عدالت نیست. ما 3 روز باز انتظاریم. بعضی ها امروز آمده بودند ولی مقامداران از روی نوبت کار نکردند. آنها خودشان 10 نفری دعوت کردند. دفتر مطبوعات پلیس منطقوی تومسک به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که افزاد تحت نظارت پلیس بوده ترتیبات جاری می شود. مقامات روسگواردیا حادثه را شرح ندادند. سر از سال 2018 تعداد جایهای کاری یا کوتا برای حق اقامت موقتی در روسیه تا 20,000 کاهش یافت. در تومسک چنین اجازت را تنها 1000 نفر دریافت میکنند. به گفته آژانسی ریا نووستی شهروندان خارجی از 4 ینور به این طرف در نزد خدمات مهاجرت نوبت گرفته بودند. ضمناً روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان هم پلیس مجبور شد برای جلوگیری از بی‌نظمی در میان علاقه‌مندان مهاجرت در نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه افسرانش را مستقر کند. در اطراف بینای نمایندگی برخی از علاقه‌مندان مهاجرت به روسیه همچنان به امید ثبت نام شدن در رویخط داوطلبان گشت و گذار داشتند. به گفته آنها شب 8 به 9 ینور حدود 2,500 خواهشمندان مهاجرت به روسیه در نزد این نمایندگی تجمع کردند و روزانه در نوبت به ترتیب ها سر زد. از جمله شیشه تابلوهای اطلاعاتی این نمایندگی شکسته و ساکنان بیناهای اطراف از صداهای بلند مهاجرت کننده ها بیدارخوابی داشتند. در پی این مقامات روس تصمیم گرفتند که جریان نامنویسی خواهشمندان کوچ بستن به روسیه را نه حضوری بلکه توسط تلفن این نهاد نامنویس کنند.